شاعری گو به حج کعبه رفتم، به حرم رهم ندادم. به حج کعبه رفتم، به حرم رهم ندادم. تو برون در چه کردی که درون خانه آیی؟ گوشید لبیک لبیک بار الهه، بار بار تی خدمت حاضران، ولی دا طرف جواب رسی که لا لبیک لک، برای تو لبیک منظور نه، قبول نه تی لبیک، تی یحت من رب منظور نه. چرا؟ که خون و گوشت و پوست همهشون حرام، از راه نامشروع، از راه مواد، از راه ربا، از راه رشوت به دست یحته این. پس ایچی رزق نهن سروران، حرامین رزق نهن. طلب الحلال فریضة